در کوچه مرکزی ناحیه کوشانیان با اشتراک وسیع زنان، مادران و گلدختران محفل زیبای سر و لباس ملی برگزار گردید. به عنوان از تشکیلات و مؤسسه‌های دارای کارخانه‌ها، آموزگاران، طبیبان و گلدختران زیبای ناحیه با لباس‌های صرف ملی در این میدان جمع آمده به محفل شکوه و تراوت تازه بخشیدند. همه به بر لباس اطلس، ادرس، چکن و گلبست جلوه می‌کردند و بیننده از تماشای این منظره زیبا چشم کنده نمی‌توانست. در حقیقت به محبت لباس ملی ما خیلی زیبای شینم، دیدنی، رنگارنگ، نمای عالی دارد که هر یک بانوی تاجیک را زیب و زینت تازه می‌بخشد. دولت حکومت تاجیکستان خاصه سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با قوای بزرگ زنان و مادران اعتمادی کلان داشته کار و پیکار آنها، پیشنهادهای آنها در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق دستگیری همه‌جانبه می‌یابند. زنان و مادران ناحیه کوشانیان نیز در تمام جبهه‌ها کار و فعالیت داشته در تربیت همه‌جانبه نسل آینده سازی جامعه کوشش زیاد به خرج می‌دهند. صدر بخش کار با زنان و عائله ناحیه ضمن صحبت تاکید داشت که ما زنان و مادران وظیفه داریم که این عنعنه‌های ملی به بر کردن سر و لباس تاجیکی و ارج گذاشتن آن را به نورسان و جوانان آموزانیم. در زنده کردن و پابرجا نگاه داشتن هنرهای مردمی سهم ارزنده خود را گذاریم. زیرا لباس یک جزء فرهنگ ملی ما بوده، سیما نشانه هویت هر یک ملت است. زنان و مادران با یک جایگی نبیرگان با سر بلند در تن لباس ملی در دست پرچم جمهوری تاجیکستان قدم می‌زدند و افتخار از وطن صاحب استقلال و شکر سرور دولت تاجیکان را می‌کردند. موافق شرط‌های فستیوال از کودک 6 ساله تا پیر 70 ساله در این محفل اشتراک کرده به بر کردن سر و لباس ملی وابسته به آن پوشیدن رویمال و سراندازی صرف تاجیکی را نشان دادند. مقصد از برگزار کردن این فستیوال زیبا بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن و ترغیب لباس ملی، پیشگیری بیگانه پرستی و معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به شمار می رود. زنان و بانوان هنرمند ناحیه کوشانیان دستاوردهای خود را طی سالهای صاحب استقلالی به تماشا گذاشته بهای بلند مهمانان را سزاوار گردیدند. در حقیقت زنان و مادران ناحیه توانستند که هنرهای مردمی را رشد بخشیده، نوگانی‌های تازه‌کاری‌ها را با استفاده تخیلاتی بای پیشکش مهمانان خارجی و استفاده برندگان این هنرها گردانند. حسن زاده گلیزار، امام علی شریف، نمازعلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.